تو ویدیو امروز قراره بدونی که قیمت هر توکن بلوم چقدره و چطوری میتونی روزانه ازش کسب درآمد کنی. پس تا آخر نگاه کن. سلام رفقا، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم با یه ویدیو جدید از آموزش کامل بلوم و درآمد روزانه از این بازی. خب خیلی ممنون میشم قبل از شروع ویدیو حتما کانال من سابسکرایب کنید، ویدیو ما لایک کنید و این نظر چیزی دارید تو کامنت واسم بنویسید. و اینکه این نکته رو بگم، من هر روز ویدیوی آموزشی و ترفندهای خیلی خفن واسه ایردراپ هایی که میشه ازشون پول خوبی در آورد رو تو کانال میذارم. حتما همین الان سابسکرایب کن و زنگوله کنار دکمه سابسکرایب هم بزن که هر وقت ویدیو گذاشتم از دستش نبین. بریم سراغ آموزش کامل بلوم و درآمد روزانه از این بازی. خب وقتی که وارد صفحه بشید با یه همچین صحنه‌ای روبرو میشید. میتونید روی استارت فارمینگ بزنید و واسهتون ماین میکنه، ارز بلوم رو ماین میکنه. یه حالا بخشای جزئی ترش هم توضیح میدم بهتون. قسمت تسک رو میزنید، اینجا یه سری تسک هایی واسهتون آورده، شما میتونید استارت رو بزنید و تسک ها رو انجام بدید و نگاه کنید. من الان یه دونه یادم رفته بود اصلا بلاین کنم و خوبم، توکن های خوبی بهتون میده، بد نیست. و اینجا شما میتونید تا سقف 10 نفر اینوایت کنید به بازی و به راحتی اینجا هر چقدر اونا در آوردن درصدی هم به شما میرسه و میتونید هر 7 ساعت 8 ساعت یه بار اون درصد رو کلایم کنید. خب میایم این بخش اول. خب اینجا تعداد توکن هایی که دارید و گفته و اینجا هم خب اصل کاری اینجاست. الان بهتون میگم داستان چیه. شما هر روز فکر میکنم 6 تا یا 3 تا از این بلیط ها بهتون میده. خب روی پلی بزنید، یه همچین صحنه‌ای براتون میاره که شما باید تون روی این گل روی اینو باید بزنید، روی این یخا بزنید. حالا رد شد، روی اینو باید بزنید، فقط روی اون بمبا نباید بخوره و اینطوری هم بهتون توکن میده. همونطور که میبینید من الان خوردم به بمب و توکنایی که جمع کرده بودم کلا از دست رفت. ولی خب هیچ مشکلی پیش نمیاد چون خیلی بهتون از اون یه لحظه وایسید، خیلی بهتون از این بلیط ها میده در روز و هیچ مشکلی پیش نمیره. من نظرم اینه اول یه 10 روز کلا بلیط جمع کنید، بعد نصفشو برید بازی کنید، نصف دیگه‌شو نگه دارید. ممکنه اصل کاری این بلیط ها باشن. و اینکه قیمتی هم براش تعریف شده که طبق چیزی که همه دارن میگن میتونه 5 سنت باشه و اگر چنین قیمتی داشته باشه واقعا با این تعداد توکنی که من دارم پول خوبی میتونه گیرم بیاد و شما میتونید خیلی آسون به همچین تعداد توکنی برسید. من شاید بگم 2 روز یه بار سر میزنم و بازی میکنم، فقط این رو بازی پلیو میزنم و بازی میکنم و به همچین تعدادی رسیدم. خیلی آسون و راحت. بازی بلوم همونطور که نمیدونم خبر دارید یا نه قراره یه صرافی غیر متمرکز باشه. این یعنی چی؟ یعنی شما میتونید بعد از اینکه این بازی لیست شد دوباره ازش کسب درآمد داشته باشید. یعنی مثلا یه سری تسکایی که میگه انجام بدید دوباره بعدش هی درآمد اضافه میشه به اونی که روز لیستینگ گرفتید. یعنی منظورم بذارید کلی بهتون برسونم. الان این بازی لیست شد، شما برای مثلا 20 میلیون گیرتون اومد، 20 میلیون تومان گیرتون اومد. الان بازم شما میتونید در بیارید. یعنی بعد اینکه لیست بشه ممکنه داخل صرافی بگی آقا برو فلان ویدیو یوتیوب لایک کن، بهت 100 تا توکن بلوم میدم. 100 تا توکن بلوم یه چیزی حدود $50 میشه اگر اشتباه نکنم، ولی فکر میکنم $5 میشه. یه چیزی حدود $5 بهت میدم فلان ویدیو یوتیوب رو سابسکرایب کن و اینطوری شما میتونید درآمد روزانه از این بازی داشته باشید. خیلی خوب رفقا، این بود ویدیو امروز. اگر سوالی دارید راجع به این بازی حتما تو کامنت ها بپرسید، شاید من یادم رفته بود اونو بگم بهتون. و اینکه لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.